یکی از عامل‌هایی که به تامین ترتیبات جمعیت، پیشگیری و آشکار کردن حقوق ویرانکنی، جنایت و بخطری حرکت واسطه نقلیات در شهر دوشنبه مساعدت می‌کند. این فعالیت کردن مرکز اتوماتیک کنونی اداره نقلیات و ترتیبات جمعیتی یا خود شهر بخطری وزارت کارهای داخلی است. مرکز مذکور از 1 نوامبر سال 2013 به فعالیت شروع کرده با استفاده از دستگاه‌های مشاهده‌ای، کامراهای نظارتی که در تمام کنار شهر دوشنبه نصب گردیدند، در پیشگیری و آشکار کردن کردارهای ضد جمعیت، جنایت و به تنظیم درآوردن حرکت واسطه‌های نقلیات و به کم گردیدن سطح صدمه‌ناکی در پایتخت مساعدت کرده ایستاده است. دلیل‌های از جانب بعضی شهروندان رعایت نکردن مدنیت شهرنشینی، رفتار و مناسبت ناشایسته کردن در باغ و گلگشت‌ها، شکستن نشستگاه و ایستگاه‌ها و پرتافتن هر گونه ظرف و اشیاء در جایهای استراحتی به واسطه طریق دستگاه‌های مشاهده‌ای نواربرداری شهر بخطر ثبت گردیده نسبت چنین نفران چاره‌های قانونی اندیشیده شده است. فرودگاه بین‌المللی، وокزال راه آهن، ایستگاه‌های برق تقسیم کنی، شبکه‌های گرم‌دهی و آبانبارهای آب نوشاکی شهر دوشنبه، بیمارخانه‌ها، دانشگاه و دانشکده‌ها، کالج و مؤسسه‌های تعلیمی با دستگاه‌های نواربرداری نظارتی مجهز گردیده همچون روزانه یگانه به شهر بخطر پیوست گردیدند. در 4 قسم درآمدگاه پایتخت از شمال، جنوب، غرب و شرق تجهیزات‌های نواربرداری نصب کرده شده درآمد و برآمد و حرکت شبانه روزی واسطه نقلیاتی که از ولایت، شهر و ناحیه‌های کشور به حدود شهر دوشنبه وارد می‌شوند نظارت کرده می‌شوند. جایهای جمعیتی، اطراف و داخلی مسجدها، بازار و مرکزهای سودا که جمعشوی شهروندان بیشتر است و صادر شدن هر گونه کردارهای تشویش‌آور احتمال دارد طریق دستگاه‌های نواربرداری شهر بخطر نظارت کرده می‌شوند. چونکه کم نبود و نیست که شهروندان از گم شدن چیزهای ارزشمندشان در مسجدها و از جانب خریداران در بازار و مرکزهای سودا دزدیده شدن مال و مبلغ‌هایشان نیز شکایت‌ها به مقامات کارهای داخلی وارد می‌گردد. مورد ذکر است که تا آغاز فعالیت شهر بخطر در حدود پایتخت کشور قاعده ویرانکنی‌ها در سمت راه و نقلیات و صادرشوی جنایت‌ها بیشتر به قید گرفته می‌شد. به خصوص اطاعت نکردن به طلبات قانونی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی، رعایت نکردن به نشان و علامت‌های آگاه کننده حرکت در راه، به سرخی چراغک اعتبار ندادن بعضی رانندگان و حرکت را ادامه دادن، راه ندادن به پیاده‌گردان، مقابل حرکت راه برآمدن، پس از صادر کردن صدمه‌های نقلیاتی و پخش پیاده‌گردان فرار نمودن راننده از مکان حادثه، دزدی واسطه‌های نقلیات به قید گرفته می‌شد. اینچنین سالهای قبل جنایت اوباشی گروهی که بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی با عاقبت‌های ناخوش می انجامید، تشویش‌های زیاد را به بار می آورد. با نصب دستگاه‌های مشاهده‌ای نواربرداری شهر بخطر چنین خطرها سری وقت پیشگیری و گمانبران معین و دستگیر کرده می‌شوند. یادرس می‌سازیم که نصب دستگاه‌های نواربرداری در جایهای جمعیتی، بازار و مرکزهای سودا، باغ و گلگشت و خیابان‌ها حقوق کنستیتوسیونی هیچ یک شهروند را محدود نمی‌کند، بلکه چنین تدبیراندیشی‌ها برای پیشگیری هر گونه رفتار و کردارهای ناشایسته و شخصانی قصد جنایت داشته بوده بهره تامین ترتیبات جمعیت و زندگی آسایشته شهروندان عملی کرده شده است. حتی بیشتر شهروندان کسب و کار گوناگون از فوریت فعالیت با ثمر شهر بخطر عبرت گرفته با مقصد کفالت بخطری در مغازه، نقطه‌های خدمت رسانی، شرکت و کارگاه‌های استحصالی خود دستگاه‌های نواربرداری نظارت کننده را نصب کردند. امیدوارم که شهروندان به خصوص ساکنان شهر دوشنبه شعار ساکن پایتخت بودن افتخار بزرگ است را همیشه احترام و طلبات و مدنیت شهرنشینی را رعایت می‌کنند.